بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مردم مهمان نواز و دین دوست رودخانه سرباز شهرستان راست، مردم عزیز نصیر آباد، علمای بسیار گرامی و اعزا، تحصیل کردگان و دانشگاهیان، فرهنگیان، معتمدین و ریش سفیدان، دانشجویان، طلاب عزیز و مادران و خواهران بسیار محترم، امشب رحمت رب العالمین به این سرزمین سرازیر هست که در اینجا جمع بزرگی از بندگان الله جمع شدند و به یاد و ذکر الله تعالی پرداختند. صحبت و گفتمان در این محفل و مجلس دینی هست و صحبت از علم هست، از دانش آموختگی، صحبت از آخرت هست، امر بالمعروف نهی از منکر هست و دعوت به خیر هست و لحاظا این جلسه امشب یک فرصت برای همه ما هست و همه منطقه هست. در درجه اول باید ما خدا را سپاس بگیم و از الله تعالی قدردانی بکنیم که این زمینه را رب العالمین فراهم کرده است و این توفیق الهی است. و در درجه دوم ثانی از عزیزمان جناب مولانا دوست محمد رئیسی و همکاران بسیار گرامیشون در این مدرسه دارالعلوم، از مردم عزیز نصیر آباد
باید شکرگزار باشیم و همه کسانی که اینجا دستی در این کار داشتن، در این کار خیر، شکرگزار باشیم که این جلسه را برگزار کردن و زمینه فراهم کردن که با هم ملاقات کنیم، با هم صحبت از دینمون داشته باشیم که هدف زندگی است و دنیایمون داشته باشیم که نیاز ما هست و ضرورت ما هست. الله رب العزت این جلسه را به بارگاه خود این نشست مقبول بدارد و رحمتهای بی پایانش را و خاصش را بر سر ما نازل بفرماید. عزیزان، الله تعالی هیچ چیزی را در دنیا، در این جهان و در این عالم به اندازه دین دوست نداره. محبوب ترین شی نزد الله تعالی دین هست و دین نزد پروردگار بسیار بسیار محبوبه و الله میپسنده دینش را. و دین عزیزان من به معنی برنامه برای ساختن بشره، چیزی که بشر را میسازه و او را ارزشمند میکنه و او را قیمتی میکند و همین انسان را محبوب الله میگرداند و همین انسان مورد توجه خدا قرار میگیره، زیر نظر لطف الهی قرار میگیرد. این دینه. عزیزان من، انسان یک موجود خامی است که از به دنیا آمده، از مادر متولد میشه. این یک طفل یا انسان خامی و این بچه را شما ببینید، بچه عیبهای مختلف داره. وقتی که از مادر متولد میشه میبینیم بچه تکبر داره، خودخواهی داره، بخل داره. بچه ها را میبینید چند از بخیلن، بچه ها را کوچک میبینید چند از خودخواهن. حتی بچه ها گاهی عرض میکنیم که یه بچه اول که به دنیا می آید، بچه دوم که می آید، بچه اول مریض میشه، میگه برای من یک رقیب پیدا شد، مزاحم آمد. و گاهی برادران و خواهران که کوچکن یک دیگر را مزاحم میدانند و اگر پدر و مادر به یکی توجه بکنه، بچه ها را میبینی که با هم درگیر میشن. ولهذا انسان خامه که به دنیا آمده است. این انسان آن حضرت مثال دادن به مثال معدن طلا و معدن نقره و فرمود آن حضرت به دو مثال داده انسان. مثال معدن طلا دادن و معدن نقره دادن، ولی زغال سنگ نداده. انسان زغال سنگ نیست، مانند معدن زغال سنگ نیست، معدنیات دیگر نیست. یعنی انسان موجود نقدی است و نقد طلاه یا نقره در گذشته، حال خیلی چیز دیگه هم پیدا شده است. اما همین الان در بلوچستان خیلی معدن طلا موجوده، خیلی معدن مس موجوده، خیلی معدنیات موجوده. چرا بهره برداری نمی کنیم ما اینها را؟ چون اینها بهره برداریشون مشکلات داره، به آسانی نیست، هزینه میخواهد. شما میخواهید معدن طلا را برداشت بکنید، خیلی هزینه داره، خیلی باید صرف بکنید. به هر حال این باید در کوره بگذارید، در آتش بگذارید، کارخانه بزنید و با یک تن شما سنگ را که در اونها طلا موجوده باید ببرید در کوره تا شما چند گرم طلا بیرون بیاورید. به همین سادگی هست، به همین آسانیه.
شما این انسان که از معدن یک تشبیه داده شده به معدن طلا و نقره، انسان میخواید انسان بسازید، امکان پذیر نیست، ممکن نیست، مگر به برنامه دین، مگر به برنامه که انبیاء علیهم السلام آوردن. تا انسان زانو نزنه، تا انسان تسلیم نشه، تسلیم خدا نشود، و تا انسان برنامه دینی را بر خودش پیاده نکنه، امکان نداره که انسان بشه، امکان نداره که انسان محبوب رب العالمین بشه، بنده مقرب بشه، بنده ارزشمند بشه. این برنامه رب العالمین هست، این برنامه پروردگاره که به نام دین هست، که انسان می سازه و انسان به پرواز در می آورد و انسان محبوب خدا می گردانه، انسان مقرب الله قرار میده و انسان بهشتی می گرداند و انسان مال دنیا می گرده بر این کره خاکی و از جنت فردوس و آل بهشته و میگرده بر این کره خاکی و محبوب رب العالمین و مورد نظر و توجه پروردگار است. باید ساخته بشیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه انبیاء علیهم السلام کارشناس و خبره ساختن انسانند که انسان چگونه می سازند. اینها ماهرترین استادند. شما نمیتوانید توی این کره خاکی انسان به مهارت محمد رسول الله پیدا بکنید، نمیتوانید انسان به مهارت ابراهیم خلیل الله پیدا بکنید، انسان به مهارت عیسی روح الله پیدا بکنید، انسان به مثل موسی کلیم الله پیدا بکنید. اینها صاحبان وحیان و اینا ارتباط داشتند با رب العالمین، با آسمان، با فرشتگان. والله اینها را خبره راه کرده، خبره طریقان. این طریقی که به الله میرسه، این راهی که انسان را به پروردگار میرسونه، اینا خبره راهن، اینا استاد راهن، اینا مرشد راه و طریقن. اینا هستن که انسان ها را ساختن. رحمت للعالمین چه انسان های را ساخت و چه انسان های والا مقام. بسیار امروز این خیال میکنند ساده لوحن، ساده فکر میکنند، بینش ندارند، خیال میکنند که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مثل همه علمای عالمی بوده، مثل مرشدهای دنیا یک مرشدی بوده. نه عزیزان من، این پیامبر آخر الزمان، آخری پیامبر خداست و خاتم النبیین. کجا محمد رسول الله و کجا همه علما و کارشناسان خبره دنیا به انگشت محمد رسول الله نمیرسند. آنطور که آن حضرت شاگرد ساختن مگر کسی دیگه میتوانه بسازه؟ آنطور که آن حضرت آدم ساختن که در دنیا میتوانه بسازه؟ کدام حوزه، کدام دارالعلوم، کدام مدرسه، کدام خانقاه؟ همه اولیاء، همه صلحا، همه علما خوش چینند که خاک پای محمد رسول الله را آمدن سرمه بیفته دستشو سرمه چشمشون بکنن. چگونه ساختن انسان ها را که میتوانه ابوبکر بسازه، که میتوانه عمر بسازه، که میتوانه عثمان بسازه، که میتوانه علی بسازه، که میتوانه دیگه عایشه بسازه، که میتوانه دیگه زهرا بسازه، که میتوانه خدیجه الکبری بسازه، که میتوانه حسن و حسین بسازه.
اینها شاگردان اون انسان بودن که بر روی زمین می رفت و ابرها می آمدن بالای سایه می کردن، درختان به او سلام می کردن، سنگها به او سلام می کردن. اینها شاگردان خلیل الله، خلیل خدا، حبیب خدا، اون انسانان که برنامه آوردند از جانب خدا برای ساختن انسان، تا انسان بکنند، تا انسان گوهر بگردانند. و بلال چگونه غلام ها را ساخت، چگونه کنیز ها را ساخت. بلال به کجا رساند، سمیه را به کجا رساند، عمار به کجا رساند. غلام ها و غلام زاده ها و کنیز زاده ها را به بالاترین سطح ولایت و دوستی پروردگار رساند. همه وقتی که به دربار او می روند در مدینه منوره، هر کسی در هر جایگاهی داره، هر مقامی داره، هر شخصیتی است، اما وقتی که آنجا می آید به دربار آقا می آید، به دربار رحمت للعالمین می آید، به دربار سید الاولین والآخرین می آید، نفسش را گم می کنه. آنجا چنان عزیزان من همه چیز را احساس میکنه، گم میکند که نفس هم نمیتونه بکشه. آنجا جایگاهی بود که جبرائیل امین آنجا زانو میزدن، مانند شاگرد می نشستن جلوی رحمت للعالمین. بهترین فرشته و مقربترین فرشته پروردگار که رسالت الله تعالی را انجام داده صحیح و امین خداست. آنجا جایگاهی که امام مالک رحمه الله تعالی وقتی که آنجا زندگیش را گذران در مدینه منوره، هیچ روز کفش به پا نکرد و گفت که آنجا که رحمت للعالمین قدم گذاشته کفش من آنجا نخوره. اینها ادب بود که اینها داشتن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی به مدینه منوره می آمد مسائل جواب نمیداد، مسائل فقهیه. وقتی سوال میکنن که به عراق بیایید، ابو حنیفه اینجا کار امام ابو حنیفه نیست، اینجا ابو حنیفه نمیتونه فتوا بده. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه حاجیان می گرفتن. اون زمان در مسجد النبی آزاد بود سخنرانی که شما صحبت کنید. گفت که عبدالعزیز در مسجد النبی سخنرانی بکنه، اینجا بیاد صحبت کنه، این کار من نیست. هتل، همون مسافرخانه، هتل حاجیان صحبت می کردن. و این شخصیت والا مقام، این شخصیت بزرگ که همه انبیاء علیهم السلام حدیث است که روز قیامت وقت ملت و مردم به اونها مراجعه می کنند که شفاعت بکنند، همه عذر می کنند و هیچ کسی حاضر نیست شفاعت بکنه و می آیند به دربار رحمت للعالمین و آن حضرت بلند میشه برای شفاعت. آدم شفاعت نمی کنه، ابراهیم میگه کار من نیست، حضرت موسی میگه کار من نیست، حضرت عیسی میگن، حضرت ابراهیم میگن، اما رحمت للعالمین امام النبیین بلند میشن برای شفاعت و شفاعت میکنن که بندگان خدا از بلا تکلیفی نجات حاصل کنند و الله شفاعتشون قبول میفرمایند. این شخصیت کجا و سروران گرامی ارادتمندان او و همه شاگردان او هستند که میتوانه شاگرد تربیت کنه مانند رحمت للعالمین. کدام حوزه
کدام مدرسه، کدام استاد. و لحاظا شاگردانی که تربیت کرد صحابه کرام، آل بیت اعظام. عزیزان من، دنیا دیگه نمیتونه مانند اینها شاهد باشه و عقیده اهل سنت هست که صحابه کرام بعد از انبیاء از همه اصحاب انبیاء علیهم السلام هم افضلان و فضیلت اونها از فضیلت همه اصحاب انبیاء، از حواریون حضرت عیسی علیه السلام و از همه تربیت یافتگان انبیاء علیهم السلام مقام و درجهشون بالاتره. این سروران گرامی صحابه تن دادن به برنامه آن حضرت صلی الله علیه و سلم. دیگه از آن حضرت هر فرمان شنیدن اطاعت کردن، دیگه هر آیات نازل شد به آن عمل کردن، دیگه پایبند دین شدند، دیگه پایبند برنامه های پروردگار شدند، دیگه پایبند سنت آن حضرت صلی الله علیه و سلم شدند، تسلیم شدند که سر کمر خم کردن در مقابل پروردگار، در مقابل دستورات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. این استاد مهربان، این مربی و مرشد توانا و این مرشد بی نظیر تسلیم شدند و لحاظا به کجا رسیدن عزیزان من؟ این برنامه دین عزیزان من، این برنامه قرآن عظیم و شأن، این برنامه سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، تعلیم زیبای آن حضرت. اینها احکام نورانی دین اسلامند، اینها احکام بے نظیر قرآن عظیم و شأنند، اینها برنامه پروردگارند برای ساختن انسان، برای اینکه انسان به پختگی برسه، از خامی در بیاید، باید زحمت بکشه، باید مجاهده بکنه، باید گناه را همه ترک کنه و تعطیل بکنه، باید از گناه فراری بشه. این برنامه زمان مؤثره، این نماز زمان اثرش را میکنه، این تلاوت زمان اثرش را میکنه، این روزه زمان اثرش را میکنه، این پرداخت زکات زمان اثر میکنه، این یاد الله زمان اثر میکنه که گناه را باید ترک کرد، معصیت را باید. کلمه شهادت هر کسی اقرار بکنه به جاش بهشته و برای او بهشت لازم شده است، اما این کلمه زمانی به خاصیتش اثر میکنه که از گناه پرهیز بشه. کسی کلمه هم بخونه و آدم هم بکشه، نماز هم بکنه و خانه و خون ریزی بکنه، نماز بخونه و سرقت کنه، رشوه بخوره، ربا بگیره، علیاذ بالله زنا بکنه، غیبت بکنه، دروغ بگه، انواع جنایات را انجام بده، مال مردم بخوره، گوشت مردم بخوره، خوردن مال مردم. غیبت خصوصا آمده که خوردن گوشت مردمه. و این نماز میتونه تاثیر گذار باشه با این جنایات، با این گناه های روزه میتونه. آیا این برنامه دینی میتونه شما نسخه که دکتر به شما پزشک عنایت میکنه میدهد و آقا میگه فلان چربی نخور و میگه فلان چیز گوشت زیاد نخور، فلان چیز نخور، به شما پرهیز میده. اگر دوا هم بخورید و پرهیز را رعایت نکنید، آیا میشه این دوا تاثیر گذار باشه؟ آیا میشه این دوا شما را شفا بده؟ الله پرهیز داده. الله میگه این برنامه اسلامه، این برنامه دینه، این برنامه قرآن عظیم و شانه، این برنامه رحمت للعالمینه. شما اینه در زندگی تو پیاده کنید، اما ببینید از گناه پرهیز بکنید، از معصیت گریز داشته باشید، مواظب باشید که نفس اماره رهزنی نکنه و گرفتار هواهای نفسانی نشید.
گرفتار شیاطین جنی و انسی مکرشون و فریبشون نشید. اینها شما را از راه خدا بیراه میکنند. مادران و قاران میگه باید شما این برنامه را تسلیم بکنید، سوره نور و احزاب بر خود پیاده بکنید، پوشش اسلامی را مراعات کنید. پوشش اسلامی را شما اگر درس میخونید، شما هر کاری میکنید، کار و کسبی، بیرون از خانه میرید، به مراسم عزاداری شرکت میکنید، مراسم عروسی شرکت میکنید، میخواهید درس بخونید، میخواهید برید جای مسجد شرکت کنید، نماز چیزی باید برنامه اسلامی را رعایت با پوشش اسلامی شما باید جلوی مردان بیگانه ظاهر بشید. ببینید عطر نزنید، اتکلون نزنید، بیرون میرید، ببینید جواهر و طلایتون ظاهر نشه، ببینید لباسی که جلب توجه بکند نپوشید. و اگر لباس جلب توجه دارید به بدنتون، چادر بپوشید که ستر کنه حتی اون لباس شما را. و چون قرآن فرموده زینت ظاهر نکنید. در قرآن لفظ زینت الله بعض میگه محل زینت، ولی خود لفظ زینت آمده. زینت طلایه، زینت همون حنایه که زنان به استفاده میکنن به دستشون یا پا. و زینت آرایشه، زینت آنچه که استفاده میکنند خواهران در خانهشون از باب آرایش و غیره. این نباید جلوی مردان بیگانه ظاهر بشه. بعضی زنان بلا تشبیه لبها را سرخ میکنند و گاهی میآیند اونجا به عنوان مثلا مسائل و سوال، چشمها را سرما میکنند و میآیند در حالی که آرامشه. حرامه که سرمای چشم زنی را مرد بیگانه ببینه، سرخی لب را بلا تشبیه مرد بیگانه ببینه، مال زن بیگانه را. آرایشش را که استفاده میکنم به سر و صورت چهره و این مرد بیگانه ببینه. و لحظه این زینتان و زینت الله من کرده ببینه. او زنی که خدا طلبی داره، خدا خواهی داره، میخواد آخرت آباد داشته باشه، میخواد رضایت پروردگار داشته باشه، نباید گرفتار مد و مدگرایی بشه، نباید لباس تنگ بپوشه و نباید لباس های ناقص بپوشه که بدنش ظاهر بشه، نباید لباس نازک بپوشه که بدنش ظاهر بشه، نباید جواهر خود را جلوی مردان بیگانه نشان بده، تو بازار راه بیفته و طلا و جواهرش ظاهران. او زنی که خدا طلبی داره، او زن مسلمان، او زنی که میخواهد مورد عفو خدا قرار بگیره، میخواهد مورد بخشش خدا قرار بگیرد، این زنان باید رعایت کنند. این زن باید در خانهش خدا را یاد کنه، قرآن بخونه در خانه، بچه ها را صحیح تربیت کنه، به علم و دانش بچه ها را بپرسته، تربیت اسلامی بکنه به بچه ها، به دانشگاه بپرسته، به مدارس آموزش و پرورش بپرسته، بچه هاش را به حوزه بپرسته، برای علم بپرسته، بچه ها را رسیدگی بکنه. مادرانان این شیر زنانند که بچه ها را صحیح تربیت میکنن. پدر نیست، پدر مسافره، پدر نظر میده، حرف میزنه و میره برای دنبال کار خودش. اما این مادری که شب و روز با بچه همراهه و بچه را تربیت میکنه، آموزش میده، تعلیم میده، این علما، این اندیشمندان، این مخترعان و این صنایع فرهیخته، اینها ساخته مادرانند. هم ساخته مادر و پدر، ولی بیشتر تاثیر گذار مادری که دل سوزیش برای بچه از پدر هم بالاتره.
البته یک شفقت مادری داریم که مادر گاهی آنقدر بچه را دوست داره که حاضر نیست برای درسش بفرسته، سردی شدید بفرسته در سردی برای درس، میگه بچه من زحمت میشه، اذیت میشه. این شفقت مادری. ولی مادران هستن که از پدران در این موضوع جلوتر هستن و لحظه تحمل میکنن جدایی فرزند را و برای اینکه بچه به کمال برسه، بچه علم حاصل بکنه. و لحظه این مادران زنان باید سحر نماز سحر بخونن توی خانه شو، الله را یاد کنن، الله را ذکر کنن. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. الله میگه آی زنان، آی ازواج مطهرات، زنان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، شما یاد کنید آنچه که تلاوت میشه در خانه شما. و این میگه واقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسول. نماز برپا بدارید، خدا و رسول را اطاعت کنید، زکات اموال جواهراتتون و زکات پول اگر دارید زکاتشون پرداخت بکنید، صدقات بدید در راه پروردگار. زنان در ساختن جامعه اسلامی، زنان در ساختن جامعه بشری، زنان در ساختن فرزندان نقش به سزای داشتند. این زنان بودند که محمد رسول الله را شیر دادند و در دامن خود گرفتند. این زنان بودند. این مریم عذرا بود که حضرت عیسی را پرورش داد و بزرگ کرد. و این زنان بودند که ابراهیم خلیل الله را بزرگ کردند و همه انسانهای تاریخی و انسانهای مهم به دنیا را پرورش دادند. شما زنان، شما مادران و خواهران باید نقش خودتون را در ساختن جامعه ما ایفا کنید. در ساختن زنان شما زنان را میتونید متأثر بکنید. شما خواهرانی که در مکاتب درس میخوانید، برای چه درس میخوانید؟ این درسی که میخوانید چه فایده داره اگر شما زنان در نیابید؟ شما باید شیر زن باشید. شما باید گروه تشکیل بدید برای تعلیم زنان، برای آموزش زنان، برای اینکه زنان قرآن یاد بگیرن، برای اینکه زنان باید مراعات کنن احکام شریعتا، برای اینکه زنان باید نماز بخونن و نماز قضا نکنن. شما این گروه را تشکیل ندید. مردان به علما دسترسی به زنان ندارن همیشه مگر در چنان جلسه. و لحاظا در همه دنیا این طور هست که زنانن که جامعه زنان می سازن، بچه ها را می سازن. کار زنان، کار مادران و خواهران بزرگه. کار آشپزخانه نیست، کار خانه نیست. آنجا کار در حد نیازه، در حد ضرورته. اما شما باید فکرمند باشید، شما باید متفکره باشید، فکر کنید برای ساختن جامعه. شما علما، اندیشمندان، شما مردم عزیز باید هم برای نجات خودتون، برای ساختن خودتون و ساختن جامعه فکر بکنید. تنها فکر من و شما محدود به معاش نباشه، به رزق و روزی نباشه، به نان نباشه، به منافع خودمون و شخصیمون نباشه، بلکه برای جامعه بیندیشیم، برای جامعه فکر بکنیم. او زمان است که رحمت خدا بر ما نازل میشه و الله ما را نصرت میکنه، ما را راهنمایی میکنه، ما را هدایت میکنه و عزیزان من و رضایتش را نصیب میگرداند. الله از همه ما راضی باشد. برای جامعه فکر کنیم. ببینیم امروز جامعه چه میگذره توی جامعه. آیا جامعه نان داره برای خوردن یا نه؟ آیا این از کجا روزی میخورن؟ وضعیت معاش مردم چیه؟ وضعیت معاد مردم چیه؟ وضعیت آخرت مردم چیه؟ آیا مردم نماز میخوانند؟ آیا
جوانان عزیز نماز میخوانند، آیا زنان نماز میخوانند، آیا دختران و پسران بالغ نماز میخوانند، آیا توی این شهرها و روستاها تو این رودخانه چند نفر صبح برای نماز بلند میشه، چند درصد و چند درصد خوابه و چقدر اینجا گرفتار دام اعتیاد شدن و چه انسان های گرفتار گناهان. آیا این فکر کردیم عزیزان من؟ این فکر کردیم که او انسانی که از خدا غافل باشه، از خدا دور باشه، به مازه که بمیره به عذاب قبر گرفتار میشه. او زنان، او زنی که ما او را ناموس خطاب میکنیم، ما او را مادر خطاب میکنیم، ما او را خواهر، ما او را عمه و خاله، ما او را همسر خطاب میکنیم. آیا این زن بره به عذاب قبر گرفتار بشه و آنجا کتک بخوره و عملش تبدیل بشه به عذاب؟ انسان خودش هست که قبرش را آتش میزنه. آیا این عزیز، این رفیق، این مسلمان، این خویشاوند، این انسانند همان فکر کردیم که اینا به کجا میروند؟ قرآن یک جای آیاتی داره میگه فاین تذهبون، اونایی که نافرمانی میکنن الله میفرماید کجا میرید؟ کجا میرید؟ کدام سو داری میرید؟ فکر کردید که این طرفی که میرید کجاست؟ ما باید موظفیم، وظیفه مایه رحمت للعالمین راحت ننشست، آرام ننشست. او تربیت شدگانه، تربیت یافتگان آن حضرت آرام ننشستن، راحت ننشستن، کار کردن، مجاهده کردن، قربانی دادن، زحمت کشیدن و سبب شدن که دنیای را هدایت کنن، خلق را هدایت بکنن، از جهنم اونا را نجات بدن و به سمت بهشت ببرن. چقدر ما فکر کردیم؟ آیا ما اندازه که برای شام و نهار فکر میکنیم، برای سفره ما فکر میکنیم که چه بر سفره ما میآید، امروز چه غذای سر سفره ما جلوی ما گذاشته میشه؟ آیا فکر برای آخرت، فکر برای نجات خودمون، فکر برای انسانات چه اندازه کردیم عزیزان؟ بسیار جای حسرت و افسوسه، جای گریه که امتی که دارای چنان دین پیشرفته است، دارای آخری دین کامل، دین مرضی عند الله است و اون امته که رهبرش محمد رسول الله است، اون پیشروترین پیغمبر که از همه بیشتر بالندگی داره و آمده است روایتی آن حضرت فرمودن نحن الاخرون السابقون، ما آخری امتیم ولی از همه امتها پیشرفته تریم و سابق و جلوهیم. این امت سابق، این امتی که الله او را خیر امت گفته، شما خیر امتید، شما مردان و شما زنان، شما جوانان و شما اقشار مختلف خیر امتید، بهترین امتید که برای نجات مردم، برای راهنمایی مردم، برای هدایت مردم به دنیا آمدید. شما را آوردن به این دنیا برای نفع مردم. آیا ما با این برنامه قوی، با این دین آخری دین، کامل ترین دین که در دست ماست، علیاذ بالله به جهنم بریم، علیاذ بالله به عذاب قبر گرفتار بشیم؟ وا ویلا برای ما، وا ویلا برای اون انسان، او انسان خاک به سر که این دین در دستش هست، این پیامبر راهنمایی پیامبر جلوش هست، این برنامه دین اسلام را در دست داره و این قرآن را در دست داره و بره به جهنم. پروردگار همه ما را نجات بده.
که ملامت عزیزان من که اینجا گناهگار و مجرمه، تقصیر مالک کیه؟ چه کسی مقصره اگر ما رفت علیاذ بالله گرفتار عذاب شدیم؟ گرفتار خدا نجات بده سوی حساب و سختی حساب روز قیامت شدیم و در حساب و کتاب شکست خوردیم و راهی جهنم کردن چه کسی مقصره؟ چرا از فکر کار نگرفتیم؟ چرا از عقل و اندیشه کار نمیگیریم؟ افسوس برای امت و ملتی که چنان برنامه داره و او پرواز نکنه به سوی خدا و به خدا نرسه و او رضامندی پروردگار را به دست نیاره. افسوس برای اون امت که چنان برنامه در دست داره که میتوانه همه دنیا را سبب هدایت بشه، نجات بده، میتوانه دنیا را دریابه و نبذاره که به جهنم میافتند و او بشینه برای شام و نهار فکر کنه، برای شکم و لباس فکر بکنه، برای مسکن و این مسائل جزئی فکر بکنه، در حالی که از فکر او دنیای میتونه هدایت بشه، دنیای میتونه راه یافته بشه، دنیای میتونه نجات بگیره و نان و تمام حاجتهای او را خدا کفایت میکنه. او حدیث است که هر کسی غمش غم دنیا بشه و برای دنیا غم بکنه، همه غمها را الله بر سر او مسلط میکنه و هیچ وقت از غم خلاص نمیشه. و اما کسی که غمش غم آخرت و فکرش فکر دین و آخرت است، همه غمهای او را الله کفایت میکنه. این حدیث است عزیزان من. ولهذا عزیزان من و شما باید این دین محکم بگیریم. مردم عزیز شهرستان راسک، مردم عزیز رودخانه سرباز، به خدا قسم والله به شما گوهر دادن، به شما برنامه دادند. شما در نامه دارای آیینید، دارای کتابید، دارای برنامه هستید. شما می توانید این کوه را برای خودتون طلا بکنید، این رودخانه برای تو طلا بشه، یعنی اینجا برکات الهی بیاید، رحمت پروردگار بیاید، باران بیاید، منطقه سرسبز بشه. اگر اعمال ما سرسبز باشه، اگر اعمال ما درست باشه، اگر رابطه ما با الله صحیح باشه، ما میتونیم دنیایمون را بسازیم و آخرتمون را، دنیا و آخرت مردم دنیا را میتونیم بسازیم. عزیزان من شما به فکر بکنید، شما مردم عزیز سرباز چه شخصیتایی در میان شما بوده. این مقبره حضرت مولانا عبدالله ملازاده، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله، مولانا عبدالعزیز چه شخصیتی بودن، چه انسان عالم و عاقلی بودن، چه انسان خدا ترس و پیرو سنت بودن، چه عالم دلسوز و عالمی بودن. واقعا مولانا چه گوهری بودن. این برکت دین بود، این دین بود که حضرت مولانا را، حضرت مولانا عبدالله را به این جایگاه رسوند. این دین بود که حضرت مولانا محمد عمر را بر سر اون کله کوه آهران و کوهوان گوهری ساخت واقعا که همه مردم نسبت به او متأثرند و همه مردم حضرت مولانا محمد عمر را دوست دارند. این حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین پور محمد یوسف حسین پور چه چیزی او را به اینجا در آورد، گوهری در آورد که همه تون نسبت به او محبت داشته باشید. و جلسه گذشته حضرت مولانا اینجا بود و مایه رونق جلسه های ما بود با کهولت سنی و علالت جسمی. و چه چیزی بود که مولانا را محبوب کرد و به اینجا رسوند. اینها گوهرهای دینن، این تاثیر دینه،
این مولانا رئیسیه که خودش مال این رحمه الله مال این نصیر آباد بود و جایگاهش هست. این مولانا تاج محمده، این مولانا روان بوده، این مولانا عبدالمجید ملازاده و دیگر علمای دیاران. چقدر این انسانهای وار هستا و اینها سروران گرامی، اینها شاگردان این مکتب محمد رسول الله، اینها شاگردان مکتب دین اسلام هن. اینا خوشچینان صحابه بودند، اینا خوشچینان سلف صالح بودند، اینا به راه پاکان و نیکان بودند که به این درجه رسید. عزیزان من، الله به شما گوهری داده، این درختها را نگاه نکنید، این زمین نگاه نکنید، این نعمت پروردگاران، ولی آنچه که خدا به شما داده اگر همه این کوها تبدیل به جواهرات بشن با او نمیرسن. او بالاترین نعمت پروردگاری، این نیاز شمایه، این احتیاج شما و ضرورت شما است. چرا دین محکم نگیریم عزیزان من، در حالی که میدانیم دنیا ناپایداره، دنیا ماندگار نیست، دنیا در حال گذار دارند، مردم یکی بعد دیگری میروند و صالحین زمین ترک میکنند و میروند. عزیزان من، ما هم میرویم. مولانا محمد یوسف رفتن مگر ما میمانیم. این بزرگان که نامشان گرفته شد، نام نیک گذاشتن یا ماندن که ما بمونیم. آیا چه توشه برای آخرت آماده کردید؟ مادرم، قارم، ذخیره آخرت تو چیه؟ سرورم و برادرم، ذخیره آخرت تو چیه؟ چه اندوختید برای آخرت؟ چه توشه دارید؟ چه دست آویزی دارید که الله عفو کنه و به چه بهانه را به دست دارید که خدا با او بهانه شما را ببخشه؟ عزیزان من، فکر آخرت، فکر دین، فکر هدایت خود، فکر نجات خود، فکر نجات همه مردم بر ما ضروری است. ما باید کار کنیم، ما باید فکر کنیم. امروز دنیا نیازمنده. من و شما امروز همه محصولات کارخانه های دنیا را اینجا استفاده می کنیم. صادرات امریکا اینجا، صادرات اروپا و صادرات چین و ژاپن. آیا من و شما به این غیر مسلمان ها چه صادر کردیم؟ در مقابل چه به اینها دادیم؟ آنچه که در بازار ماست، آنچه که در محیط ماست و اختیار ماست، قرآن عظیم الشأن و سنت حضرت رسول، تعلیم زیبا و بی مثل و بی مانند آن حضرت. چقدر این تعلیم ما به این مردم دنیا عرضه کردیم، به اینها دادیم و اینها را تفهیم کردیم، اینها را فهموندیم. و لحاظا وظیفه ما سنگینه، رسالت ما بزرگه. ما باید احساس رسالت کنیم، احساس مسئولیت کنیم، احساس وظیفه بکنیم و وظیفه و دلسوزی من را ما انجام بدیم. عزیزان من، ما همچنان باید دنیای مردمم فکر بکنیم و دلسوزی داشته باشیم. مولانا اینجا، من بنده نبودم، مولانا نقشبندی حفظه الله صحبتی کردن در رابطه با مرزها بود و این که مرزها بستن. بله این مسائلی است که ما باید به این فکر بکنیم. هم در جلسه توضیح و معارفه هم بالاخره همین مسئله را بنده مطرح کردم و درخواست از هیئت دولت همین کردم، از مسئولین، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نیروی انتظامی و مرزداران ما، مرزبانی هایمان و از مسئولین امنیتی
و از همه کسانی که دست اندر کارند، از استانداری محترم، از نمایندگان، از هیئت دولت، همه و همه در منطقه و بالا باید همکاری کنه که مرزا باز بشه. برای اینکه الان رودخانه سرباز که پر از آب بوده آب نداره، این مردم کشاورزی ندارن، کارگاه و کارخانه اینجا نیست. آیا فکر میکنه که مردم از کجا نان بخورن؟ الله روزی میده، ولی دنیای که ما زندگی میکنیم دنیای اسبابه. باید دنبال سبب بریم. بهترین سبب، بهترین پتانسیل و استعداد مرز، تبادل مرزی و تجارت و واردات و صادرات در مرزها حیاتی برای مردم استان. بستن این مرزها به منزله بالاخره نابود کردن این مردمه. برای این از روزی باید بخورن، نان بخورن. و لحاظا باید یک جایی را که ما میبندیم، عرض کردم باید جانشین ما برای تعریف بکنم، بگه مرز بستیم، این کار شما، این مشغله کاری. و لحاظا انشاءالله ما امیدواریم که مرزها باز بشن و تبادله مرزی و تجارت مرزی حتما آغاز بشه انشاءالله. و ما انتظارمون از دولت تدبیر و امید آن است، از شخص ریاست محترم جمهورانه که یک سری کالاهایی که جز ممنوع هستند در کشور اما مشروعاً، این کالاهای مشروع را اجازه بدن برای استان سیستان و بلوچستان. حالا جای دیگه اینا ممنوع، ولی اینجا مردم مشکل داره. نباید یک سری لیست خاصه که هیچ مصرف نداره اجازه بده، ولی لحاظا باید یک سری کالاهای اجازه داده بشه. مردم مشکل دارن، الان مشکلات سخته و لحاظا باید این مردم کمک کرد، باید برای مردم دلسوزی کرد. و نظام جمهوری اسلامی نظام مردمی هست و ما امیدواریم که به ملت رسیدگی بشه. حالا دولت پول نداره، فعلا مشکل داره و ما انتظارات مطرح کردیم اونجا در جلسه تودیع و معرفه و از وزیر محترم کشور درخواست کردیم که به هیئت دولت سلام هم شما را برسونه و پیام هم شما را برسونه. ولی ما میگیم که دست مردم مقداری باز باشه و به هر حال این مرزها فعالیت کنن، مرزها آزاد بشن، مرز فشین، مرز رمدانه و دیگری مرزها که اینجا من نامشون نمیدانم. معتقدم که همه مرزها را انشالله باید با مدیریت دولت، با مدیریت مسئولین باید برنامه ریزی بشه، باز بشه. دولت خودش تجارت تا به دست نگیره. فروختن گازوئیل به وسیله دولت بنده اشتباه محض میدونم که بیارن به صورت تانکر بگذاره، همین مردم تکه تکه هر یک چند گالون میبره میفروشه و پول به دست بکنه بیاره و به خرج زن و بچهش بده. ما وقتی که کالاهای مشروع را باز کردیم، معنی که ما جلوی مواد مخدر گرفتیم و هر وقتی که جلوی کالای مشروع و تجارت و کسب و کار مرزی را جلو بگیریم، معنی اینکه ما کمک کردیم به مواد مخدر و مواد نامشروع که عده خود را به هلاکت می اندازند و بعد میگم ما مجبوریم چی کار کنیم. ما امیدواریم که انشاءالله این مسئله حل بشه انشاءالله و مسئله قابل پیگیری از مرکز و انشاءالله ما امیدواریم که به این 4 سال دوم این دولت به هر حال جناب آقای روحانی به وعده های خودشون که دادن به اقوام مذاهب و برنامه هایی که برای اقوام مذاهب انشاءالله شما هم بهره‌مند بشید، به شما هم برسه و بیشتر اقوام مذاهب دریابند و مورد توجه قرار بگیرند و انشاءالله ما امیدواریم که به هر حال به شما توجه خاصی بشه. مردم این شهرستان راست که مردم صبور و مردم خوب و در انتخابات شما
از خیلی جاها جلوتر هستید. الحمدلله احساس مسئولیت در شما است، مردم بیداری هستید و امیدواریم که شما مورد توجه مزید قرار بگیرید و بیشتر قرار بگیرید. و شما امروز شرایط دنیا را میدانید که بالاخره عراق و سوریه و یمن و لیبیا و این کشورها که درون اختلاف هست چقدر گرفتارند و لحاظا اختلاف مناسب نیست، اختلاف به ضرر و خشونت هم به نقصان ما است و بهترین راه برای ما، بهترین راهش آنه که راه قانون و راه درست ما پیگیری خواسته هایمون باشیم، واقعا ول کنه مطالباتمون نیستیم و پیگیر مشکلات و خواسته ها باید باشیم. هم نخبگان جامعه، علمای جامعه هستند، تحصیل کردگانند، متنفذانند، همه باید دنبال بکنند مسائل از طریق قانون، از طریق صحیح و ما دنبال خواسته ها و مطالباتمون باشیم. بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. با گفتمان و مذاکره انشاءالله نتیجه حاصل میشه. ما ناامید نیستیم و الحمدلله یک مسائل در جریان هست که مخصوصا این نامه فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب واقعا بسیار صریح بود و ما فکر نمی کردیم که به این صراحت رهبر معظم انقلاب دستور بدن و تکلیف همه مسئولان نظام، تکلیف همه ارکان نظام و تکلیف همه مدیران کشور را تعیین کردند که بین اقوام و مذاهب تفاوت قائل نباشند و عدالت تا بر همه بین همه اجرا بکنند و انشاءالله ما امیدواریم که بریم به همین سمت. و من توصیم به شما عزیزان، من خیر شما را میخواهم، دیگه غرض و هدفی ندارم. به همه جوانانی که احساساتی دارن توصیم آنه که امنیت حفظ بشه و ما مطالباتمون را و مسائلمون را پیگیری بکنیم و از این طریق ما میتوانیم بهتر نفوذ بکنیم، بهتر به خواسته هایمون برسیم و نتیجه انشالله هم ما میگیریم به فضل الهی و به امید پروردگار. مردم رشید ایران و عزیز ایران در هر جایی هستند، در سطوحهای مختلف ما را به عنوان ایرانی کمک میکنند که ما بتوانیم به خواسته هایمون برسیم. وحدت و انسجام خیلی مهمه. دشمنان برنامه دارند که مردم به جان هم بیندازند، اقوام به جان هم بیندازند و مذاهب به جان هم بیندازند و نتیجه نگرفتن. مردم عراق، مردم سوریه به نتیجه نرسیدن از اختلاف و تفرقات، جای دیگه هم همینطور. و لحاظا ما معتقدیم که از راه مسالمت آمیز و حفظ اخوت، به هر حال اخوت وطنی داریم، ما اخوت اسلامی داریم، اخوت انسانی داریم، این اخوت را رعایت بکنیم و خواسته های من و حقوق من را بخواهیم، بهتر به نتیجه میرسیم. توصیه بنده به شما هم همین این مسائل و توصیه من هم به البته الحمدلله یک نعمت عظیمی است که علمای ما اینجا هیچ اختلافی ندارند. الحمدلله ما ید واحدی و این عنایات رب العالمین از ما نیست، این دعای بزرگان هست که نامشون را ما بردیم و رحمت پروردگار است، نظر لطف پروردگاره. ولی توصیه ما اینه که گاهی سر منبر بالاخره مسائلی که در اون نظرات متفاوتن ما اینها را سر منبر مطرح نکنیم و بالاخره سعی بکنیم که این نوع مسائلی که همون مسائل اتفاقی را صحبت بکنیم. بعضی مسائل که فقهی هستند تویشون نظر متفاوته، بعضی دیگه مسائل فکری هستند که تویشون نظر متفاوته. اینا در کلاسای درس و با هم که می نشینیم این مسائل صحبت بکنیم بهتر است تا اینکه سر منبر صحبت بشن و عزیز برنجه و بالاخره کسان
دیگه شیاطین جنی و انسی سوء استفاده بکنن، از اینا انشالله دوری میشه. الله تعالی همه ما را به راه راست هدایت بکنه. و من عرایزم را مختصر کردم که شما از دیری نشستید. چند تا توصیه دارم خدمت شما. یک توصیه اینه که مدارس حمایت کنید، مدارس کمک بکنید. الان واقعا بر سر مدارس سخته. علما را حمایت کنید. علما مسئولیتشون سنگینه، وظیفهشون سنگینه. آموزش قرآن عظیم و شان، آموزش احکام، و شما علما را کمک کنید به رسالتشون برسن، وظیفهشون برسن، شما را آموزش بدن و مدارس دینی را حمایت کنید و کمک بکنید. و توصیه بنده آن است که شما همچنان این عرض کنم که مکاتب دینی را حمایت کنید، دانشگاه را، مدارس آموزش و پرورش را. و توصیه اکید اینه که فرزندانتون به تعلیم بفرستید، برن دانشگاه. امروز تصویری را نشان دادم، ما چقدر خوشحال شدیم که اساتید حوزه دارالعلوم زاهدان که فارغ التحصیل هم خود همون حوزه است، فضلای دوره دکتراش را در مالزی طی کرده و مدرک دکتراش را اونجا گرفته توی دانشگاه. همون مراسم بالاخره که لباس خاص اونجا به تن میدند و یک کلاه پهلوی به سرشون داده بودند و همون یک کلاه خاصه دیدیم و ما چقدر خوشحال شدیم. الحمدلله بسیاری از علما الان در دانشگاه درس میخوانند و میرن دکترا میگیرن. خیلی خوب هست. ما باید علم را کسب بکنیم، علم روز و هم علم شریعت و دین. این هم مایه بالندگی هست، مایه ترقی و پیشرفتن. و شما مادران مخصوصا خیلی نقش میتوانید داشته باشید و همچنان پدران، برادران. و لحظه در این زمینه باید همکاری داشته باشید. الله تعالی شما را توفیق عنایت بکنه و موفق بداره. جماعت های تبلیغی خیلی حیاتیه. این کار خیلی مهمه و تاثیر گذار است، کار موثره و الحمدلله جماعت کار میکنه و این کار خیلی اثر داره در ساختن مردم. و لحظه به همه عزیزان نیازمندیم. بنده نیاز دارم و همه عزیزان من نیاز دارم که به هر حال درس بخونند و زحمت بکشند و هم برند به جماعت تبلیغی تشکیل بشن و با این جماعت ارتباط برقرار. بعضی را دائمیان توصیه میکنم که تا دم موت هم رابطه تون از جماعت قطع نکنید. به علمای عزیز توصیه ما آنه که این جماعت را همکاری بکنند، همراهی بکنند و حمایت بکنند. انشاءالله دینمون محکم میگیریم، مضبوط میگیریم و به امید این که انشاءالله آینده درخشان پیش روی من داشته باشیم و از رحمت خدا ناامید نیستیم. به الله توکل میکنیم و به پروردگار رحمت خدا امیدواریم. انشاءالله الله باران رحمتش را هم بیاره و این رودخانه جاری باشه و درها جاری باشند و کوها و مزرعه سرسبز باشند و الله در روزی را بر شما بگشاید و انشاءالله روزی حلال که اینجا صحبت کردن دوستان نصیب شما بشه.